یه مال توه. به میاد؟ خیلی صبر کن. نگاه به قرآن یه صدایی شنیدم. سلام رفقا، اومدیم با یه چالش خیلی خفنه دیگه. چالشمون امروز از این قراره که اومدیم چیزای عجیب غریب توی این بیابون و کوهی که داریم مشاهده میکنیم براتون پیدا کنیم، ببین اصلا چیا میتونیم براتون پیدا کنیم. اینجا رو ما هیچ شناختی ازش نداریم، یه سری جای ناشناس هم داره، اینا رو میخوام توی ویدیو نشونتون بدیم اگه جرأت کنیم البته تو این تایم. و برو بریم رفقا. خب سلام دوستان عزیز، با من همراه باشیم ببینیم که اینجا چی میتونیم پیدا کنیم. چه ایده مسخره خدا وکیلی میدارید. یه دونه ایده از این هوش مصنوعی گرفتم. چه ایده خدا وکیل این هوش مصنوعی به ما داد. میترسم اینجا رو. والا حقیقتا منم میترسم. من نمیدونم اینجا چی واقعا البته بعید نیست چیزای آقا به جای صحبت بگرد یه چیزی ببینیم پیدا میکنیم یا نه. آقا ما دنبال چیز ارزشمندی نیستیم، اومدیم یه جایی که هیچ شناختی نداریم، چیز جالبا پیدا کنیم. یه هرچی پیدا کردیم ولی هیچ وقت این موقعا نه جایی که نمیشناسیم. خب بریم ببینیم که اون بالا ریله. بریم اول ما این لوکیشنی که اومدیم اصلا هیچ شناختی نداریم. اول بریم ببینیم چه جوریه، بعد حالا میگردیم آقا دنبال چیز جالبی که حالا فکر میکنیم باشه. دوستان عزیز اگر ما رو حاجی این یه لحظه وایسا، من اومدم این بالا که فقط اینو نشون بدم. اینجا رو ببین، گودیشو میخوام بهتون نشون بدم. ببین اوه ارتفاع، نگاه خیلی ارتفاع. حالا نمیدونم دور خیلی مشخصه یا نه، ولی ارتفاع خیلی زیادی اینجا. چیه اون روبرو؟ این ریله چیه؟ این لوله است. این چه لوله یه؟ خیلی خاصی نبود. این چه لوله یه؟ یه لوله بود. ما این همه اومدیم ببینیم چیه. آره آقا خوب بگرد. اینجا واقعا چشا عقاب میخواد. نه واقعا این چه ایده ای تو پیشنهاد دادی؟ همینجوری ادامه بده. باریکلا. دارم فیلم میگیرم. خب دیرمون میشه. این موجود عجیب سخت دنبال یه سوژه است برای ویدیو. چرا حالا اینجوری راه میری؟ پام درد گرفت. بله با چشمانی یک چیز دراز جز چی هست؟ میخی اینجا چی کار میکنی؟ بیا جلو من حالش ندارم. خب یه میخ پیدا کرد. میخ البته پیدا میشه اینجا، ولی میخ نابود. همین میخ. آره خدا. خب اول یه پیدا کردیم. همین میخو بکن چیز بین خاکا من بودم. فکر کنم برای خودت میگی. نه اولین چیزی که پیدا کردیم. آقا اینو یاد بدید اصلا. شما در طبیعت چیزی پیدا میکنی، این میخو بیا ورش تا بیا اینجا. آقا این میخو بردار. بابا اگه به آشغالا اینا باشه همه اینا باید جمع کنیم. جدی باید یه تایم بذاریم کلا ما تو طبیعت. آقا نریزین این آشغال خدا. میدونی که ما عاشق طبیعتیم. بله. خب مثل طبق معمول آشغالو بعد یه سنگ پیدا کردیم اینجا. البته سنگ ببخشید اینجا جلوت نگاه 2 میلیون سنگه. یه سنگ خوشگل پیدا کردیم. البته مهر پیدا کردیم. جان یه مهری پیدا کردیم. اینو بگی جان. البته این ورش رو جویدن. یه مهری پیدا شده اینجا. اینجا چی کار میکرد؟ فکر کنم اینجا جن اومدن خوندن. فکر نکنید دیگه. این حالا مهر که حالا مشکل نداره، ولی مشکل که نه، ولی میگن اینجا چیکار؟ یک ساعت دیگه اینجا باشیم جا نماز تسبیح و اینا پیدا میشه. آره. همین هی بریم پایین‌تر ببینیم که چی پیدا میکنیم. آلمان رو خوبه تا به من بکن. آقا تو چرا همیشه از زوایای بعد از من فیلم میگیری؟ فکر کنم کفی کپ شد، درسته؟ کو؟
این چی آخه پیدا می‌کنی خدا بچه‌ای. خب ببینیم که اینجا البته چیزا مختلفا پیدا میشه. من خودم همزمان دارم بغل خودم میبینم. بخاطر همینه کاغذ زاویه دور میگه کم بد میشه. بنر رو خب ببینیم که اینجا هیچی پیدا نمی‌کنیم و همینجوری بریم. فکر کنم بعد بذاریم چالش کوهنوردی بذاریم که چالش کوهنوردی یا بیابون گردی. آتش‌خال زیاده. واسه ببینم چیز جالبی پیدا می‌کنیم یا نه. خواهش میکنم دیگه به چت جی پی تی نگو بهت ایده بده. چی پیدا؟ آقا دست نزن دیگه. آقا اینا صاحب داره بچه دست میزن. مگه مال توه؟ پام اصلا توش نمیره. آره سایز خاطر دیگه. بهشون میگفت یه سایز بهتریه. بابا این پام پر خاک شد. خیلی ببخشید که اینجا توقع داری که ترتمیز باشه. پام بپوشم. هیچی نگو. به میاد؟ خیلی. همش آشغاله، چیز با حالی نیست. ما هنوز در حال گشتن هستیم. آرمان دل به کار نمیدی مثل من بگردی. چی پیدا کردی؟ لاشه یه سیم کارت چی میگم؟ ولی خود سیم کارتش نیست. شما رو موبایل نداری زنگش بزن بگی آقا اینا جا گذاشتی. 10 دقیقه دیگه نه نیم ساعت دیگه اینجا وایسی پر خاک کن. دوستان میان پیگیری میکنن برات متاسفانه. یعنی یه بار کلا باید بیام اینجا. اگه بچه‌ها پایه باشن آشغالا ایناشو جمع کن. سگ بود؟ آره دیگه. ببخشید بیابونه صدای آهو انتظار نداریم بیاد اینجا. یا اینجا کجا میری؟ میشه سگه. خب آقا قسمت حاجی شب شد دیگه. آره قسمت جذاب خوفناکی ویدیو. حاجی شب شد. بیا اینجا اینجا چیه؟ من اینجا رو اون موقع بهتون گفتم. حاجی من توی نه ببین من توی روزش هم اینجا جرئت نمی‌کردم برم. اصلا من نمیدونم. بازم برو جلو. نه دیگه من نمیرم. نه آقا برو دیگه. نگاه. حاجی اگه کسی اطلاعات خاصی داره برامون کامنت کنه بگه. یه نه الان هوا تاریکه اصلا هیچ کیفیتی. البته یه دونه کلیپ هم توی روز براتون گذاشتم. چیز خاصی هم نیست اونجا. نه هیچی آرمان هیچ چیز خاصی. میخوای یه سر برو. نه اصلا. این خیلی اوکیه میخوای خودت بری. نه من حاجی ما تقریبا میشه گفت 2 ساعت پیش که اومدیم شروع ویدیومون بود. توی روزش من اینجا زوم کردم یه دری بود. خب یعنی یه دری بود اینجوری بود. 2 تا حالت آهن‌طوری بود. توی روز که اومدیم اینجا یکم خطرناک بود، یکم ترسناک بود. الان که دیگه توی شب دیگه هیچی. یعنی ما واقعا جرأت موندن اینجا نداریم. ببین نشون بدی آرمان؟ البته من نشون دادم. من اصلا میگم یه کاری کنیم. برو. خب برو اون پایین. خب ببین چه خبر. خیلی دوست دارم برم ولی خیلی هم میترسم. واقعا ولش کن حاجی. ویو به چه قیمتی؟ ویو به قیمت آقا من اصلا میگم برو. اگه مردی من خبرتو میدم. گم شو. یه اتاقم اونجا هست میخوام اتاقم برم. اونم خودت برو من نمیام. من زوم میکنم دوستان ببینن. به قرآن یه صدایی شنیدم. آقا برو به خدا قسم یه صدایی شنیدم. دارم قسم میخورم یه صدایی شنیدم. بله چه میبینن. آقا این کلیپ همینجا پایانشه اعلام میکنیم. آقا این صدایی خیلی ترسناک و عجیبی بود. ما برگشتیم بعد اینکه الان تایمش اینجوری که واقعا هر لحظه بعد برگردیم. خیلی اوضاع ریخته. امیدوارم از این کلیپ لذت برده باشی. ایده بود که هوش مصنوعی به ما اعلام کرد ولی حتما شما برامون چالش خیلی خفنی که اگه سراغ دارید توی کامنت بگید ما براتون اجرا میکنیم. هر چقدر خفن‌تر بهتر. میگم یه چیزی ما حالا آقا ایدای این چنینی خب اگر دوست داشتین حتما به ما بگید ما انجام میدیم. کامنت بذارید، لایک کنید، نمیدونم سابسکرایب کنید. ما خلاصه دوست داریم حمایت کنین. اوایل کار کاناله خیلی خوشحال میشیم که بیشتر از اینا در خدمتتون باشیم با کلیپ‌های خیلی خفن‌تر. بدرود.